با پرسپولیس ما صحبت کردیم، یعنی از باشگاه صحبت کرده بود، به خاطر اینکه سردار ملایی به هر حال جو رو خوب ندیدن. یه چیز بیخودیه به نظر من. سردار ملایی هم یه استقلالی دو آتیشه است. بعد با من صحبت کرد که برم استقلال، یعنی اصلا بحث این نبود که من بچگی استقلالی بودم یا پرسپولیس. اتفاقاتی برای شما میفته که اصلا شرایط شما رو عوض میکنه و اون اتفاقات متاسفانه خیلی بد برای من افتاد. نه خیلی چیزا چون من قلمی بودم همه فکر میکردن که میتونن بزنن رد شن نمیدونم فلان و تو لحظه آخر نمیدونم چی شد هیچ کدوم از بچه‌ها ضربه نزدن. یهو تو اومد سمت من تا اومدم بچرخم که تو بهم نخوره خود سرشونم شیس رضایی دروازه خالی رو باز کرد، اونم پاس گل بود دیگه، پاس گل اینوری هم داد. نه واقعا بهش اصلا فکر نکردم. آره جای خودم خالیه واقعا. خب یادش بخیر علی انصاریان یکی از خصوصیات اخلاقیش اینه که دوست نداره ببازه و همیشه ما با هم کاری داشتیم. کی میخوای خداحافظی کنی؟ گفتم موقعی که پیشنهاد نداشته باشم. هر وقت گفتم خداحافظ دیگه پیشنهاد نداره.